فایل های ورودی خروجی. در این بخش کاربر میتونه اطلاعات قیمت دامهای حذفی در دوره، دامهای خریداری شده در دوره، لیست قیمت اسپرم در دوره، هزینه های دوره شامل مواد، دستمزد، سربار گروه های دامی مختلف، ارزش منصفانه و توناژ شیر رو وارد بکنه. برای این منظور دو راه وجود داره. راه اول این هستش که به صورت مستقیم اطلاعات رو در این بخش وارد بکنه، مثل این مورد، مثلا قیمت این دام حذفی رو به صورت دستی وارد میکنیم. برای ردیف های بعدی میتونید رایت کلیک و کپی مقدار بالایی داشته باشین یا از شورتکات کی های F7 و F8 استفاده بکنید. بقیه موارد به همین ترتیب شما میتونید عمل بکنید. راه دوم این هستش که شما از فایل های اکسل استفاده بکنید. دوست داشته باشید که مقادیر رو توی فایل اکسل وارد بکنید و فایل اکسلتون رو به سیستم ورود بدید. خب برای این کار تولید خروجی های مورد نیاز رو کلیک میکنیم، پوشه OX روی دسکتاپ رو انتخاب میکنیم، دکمه اوکی. بله، خروجی ها تولید شد. پوشه OX رو باز میکنم از روی دسکتاپ، فایل دام های حذفی رو اجرا میکنم، بازش میکنم. خب توی این فایل ستون مبلغ فروش رو باید تکمیل بکنید. بعد از اینکه تکمیل کردین فایل رو باید سیو بکنید. وقتی که فایل رو سیو میکنید در این حالت دکمه اوکی رو کلیک میکنید، نوع فایل رو 2003 انتخاب میکنید و دکمه سیو رو کلیک میکنید. پیغام میده که ریپلیس بکنم، جایگزین بکنم، میگید بله. خب از زمانی که شما این کار رو انجام میدید در واقع مراحلی رو دارید طی میکنید که باعث میشه این فایل برای یه برنامه قابل استفاده باشه. خب برای بقیه فایل ها هم به همین ترتیب باید عمل بکنید. من قبلا اطلاعات رو برای فایل اکسل خودم تهیه کردم و آمادهشون کردم. خب برای دریافت اکسل دکمه دریافت اکسل رو کلیک میکنم، انتخاب فایل ورودی، فایل حذفی رو میخوام وارد بکنم، از بین گزینه ها اون رو انتخاب میکنم، دکمه قبول رو کلیک میکنیم، از داخل پوشه OX1 دام های حذفی رو انتخاب میکنم. اطلاعات در اینجا نمایش داده میشه. اگر اطمینان دارید که اطلاعات درست هست دکمه انتقال فایل و سپس قبول رو کلیک میکنیم. همونطور که میبینید اطلاعات من اینجا نشست. مجموع مبالغ من این پایین نمایش داده میشه. خب فایل دام های خریداری شده خالی هستش، دام خریداری شده توی این دوره نداشتیم. قیمت اسپرم ها رو اگر تمایل داشته باشید توی این قسمت میتونید وارد بکنید. در صورتی که این مبالغ رو وارد بکنید 30% مبالغ اسپرمی که برای تلقیح مادر در واقع به کار رفته به مبلغ جنین اضافه میشه. خب قسمت هزینه ها، دریافت اکسل، هزینه ها در دوره، قبول، فایل هزینه ها رو انتخاب میکنیم، انتقال فایل، قبول و هزینه های ما اینجا قرار میگیره. باز فایل ارزش منصفانه رو داریم، دریافت اکسل، ارزش منصفانه، قبول، ارزش منصفانه، انتقال فایل، قبول. خب بعد از اینها ورود توناژ شیر رو داریم، مقدار رو وارد میکنیم و دکمه قبول رو کلیک میکنیم. خب تا این مرحله ما کلیه اطلاعات مورد نیاز خودمون رو وارد کردیم. از طریق این دکمه شما میتونید مقادیر عوامل رو برای تک تک گروه های دامی مشاهده بکنید. خب یه دکمه دیگه اینجا داریم مربوط میشه به هزینه های دوره. اگر که شما هزینه های دورتون رو نمیتونید تسهیم بکنید، یعنی خودتون مبنایی ندارید براش، میتونید از این قسمت استفاده بکنید، تسهیم هزینه های دوره. زمانی که وارد این قسمت میشید نحوه محاسبه رو بر اساس دو تا پایه ما میتونیم بذاریم. یکی بر اساس جمع کل هزینه های دوره، یعنی شما یه جمع کل هزینه به سیستم میدید و سیستم بر اساس دامروزهای گروه های مختلف و کارمواد و سربار اینها رو تقسیم میکنه. یا اینکه نه، شما به تفکیک کارمواد سربار مبالغتون رو دارید و این باعث میشه که شما دقت بالاتری توی تصمیم هزینه هاتون داشته باشید. خب پس به نسبت اینکه شما از کدوم روش میخواین استفاده بکنید، یکی از این دوتا رو میتونید انتخاب بکنید. خب مثلا
مثلا بر اساس جمع کل من میگم جمع کل هزینه های من در یک ماه اول مثلا 72 میلیون ریال بوده، بر فرض مثال داریم میگیم. باز اینجا زمانی که شما جمع کل رو وارد میکنید میتونید انجام محاسبه رو کلیک بکنید. اگر انجام محاسبه رو بزنید بر اساس دامروزها 72 میلیون رو تقسیم میکنه بین کار، مواد و سربار و بین تمام گروه های دار. خب حالا یه موقع هست شما میگید که نه، این جمع هزینه های من 72 میلیون فقط برای مثلا دام های خشک و تلیسه های آبستن بالای 7 ماه بوده، بقیه موارد رو شامل نمیشه. پس ما میتونیم اینجا بقیه گروه ها رو حذف بکنیم و فقط بذاریم همون دو گروه باشه تا بر اساس دامروز آنها توی دوره این هزینه در واقع تقسیم بشه. وقتی انجام محاسبه فقط برای اون دوتا محاسبه میشه، یا اینکه نه بگید این فقط برای دو گروه دیگه بوده. پس در واقع اینجا من میخوام چی رو به شما بگم؟ شما اگر هزینه هاتون رو به تفکیک گروه هایی دارید که در واقع مشابه گروه های تعریف شده توی سیستم نیستش، میتونید جمع کل رو اینجا وارد بکنید و اون گروه ها رو اینجا تیک بزنید. سیستم بر اساس دامروز هزینه ها رو تسهیم میکنه. خب برگشت و مورد دیگه اینجا نمونده. برای خروج از صفحه دکمه برگشت رو کلیک میکنید.